من مهرداد رئیسی و شما به پادکست بخندیم گوش میکنید. برای بچه ها و خانواده‌های پاستوریزه مناسب نیست. یا زیادی زشتین یا زیادی خوشگلین یا دورین یا ریل دارین. دیگه دارین خیلی اذیتم میکنین. یه بار عکستون رو پست میکنین، یه بار استوریش میکنین، باز دوباره همون پست و استوری میذارین، زیرش مینویسین نیو پست. بس دیگه، پیغمبرم اینقدر کفار رو به اسلام دعوت نکرد که شما مردم رو به دیدن عکستون دعوت کردین. جمهوری ما اگه جمهوری مسیحی هم بود، جوری با افراطیگری آبروی مسیحیت رو میبردیم که خود حضرت عیسی از دست ما روزی 3 بار خودشو به صلیب میکشید. یه مرحله از افسردگی هم هست که یه حسی داری ولی نمیدونی چیه، فقط میفهمی هست. هیچ چیز نیستا ولی یه چیزی هست. حالت خوبه ولی حس میکنی یه جای کار میلنگه، نمیفهمی چی کار کنی، فقط نشستی و تو تمام وجودت حسش میکنی. انجمن روانشناسان و روانپزشکان جهان به این حس میگن پریود مغزی. با دختره داشتم چت میکردم، گفت اصلا قیافه واسم مهم نیست. عکسمو فرستادم، گفت نه دیگه اینقدر. یکی برام یه فیلمی رو اسپویل کرد، خیلی برام لذت بخش بود، مخصوصا اون قسمتش که داشت التماس میکرد تخماشو با چاقو نبرم. ژاپنیا ماسک هوشمند ساختن که میتونه حرفای شما رو به 8 زبان مختلف ترجمه کنه. اون وقت ماسک من گرما بهش میخوره چشاش در میره. تو ماشین رفیقم بودم، گفتم بغل این دختره وایسی تیکه بهش بنزن. گفتم خانم میشه بپرم تو کیفتون؟ گفت نه، خودکار توش میره تو کونت. هیچی دیگه. شیشه رو دادم بالا، خیلی سنگین نشستم. چقدر بی‌ادب شدن این دخترها. امروز تبلیغ تلویزیون یهو گفت آیا از شر موجودات مزاحم در خانه رنج میبرید؟ بابام در حالی که زیر چشی بهم نگاه میکرد داشت عدد 1 رو به شماره‌ای که داده بود ارسال میکرد. جدی میرین دانشگاه تاریخ یاد بگیرید؟ بابا دونستن تاریخ کاری نداره که. امروز 15 مثلا. من یه عادت بدی که دارم، دروغ نمیتونم بگم. یعنی دارم گوه میخورم. حتی همین الانم دارم دروغ میگم. همین که بچه های این نسل با چوب شور فاز سیگار بر نمیدارن یعنی تغییر. دختر موجودی است که خوشگل‌ترین عکس گالریش رو با 1000 فیلتر و ویرایش واسه طرف میفرستد و زیرش مینویسد اینجا زشت افتادم. بچه بودم مامان دوستم میفرستادش کلاس پیانو، الان پیانیسته. بعد منو میفرستادن کلاس قرآن، الان آتئیستم. ژاپنی میره قزوین، بعد برمیگرده کشورش، ازش میپرسن قزوین چطور بود؟ میگه ناشی باشی تاشی توشه. کاش سحر قریشی بودم و کسی ازم انتظار عقل و شعور نداشت، فقط به خاطر اونجام دوستم داشتن.
این خانواده‌های پولدار رو دیدین همش تو فیلم‌ها دعوا میکنن؟ ما عین هموناییم، فقط پول نداریم. ما ایرانی‌ها خودمون رو دست کم میگیریم، وگرنه شما کنترل تلویزیون که باتریش ضعیفه رو ببر ژاپن، هیچ کدوم به عقلشون نمیرسه اگه بکوبیش به دست مبل درست میشه. به رفیقم گفتم پاش چراغا رو خاموش کن بخوابیم. یه نگاه به فاصله خودشو پریز انداخت، زنگ زد به اداره برق، گفت میشه برق منطقه رو قطع کنید؟ رفتم خارج یه شیشه مشروب خریدم، قبل باز کردن تکونش دادم ته‌نشین نباشه. طرف گفت داداش ایرانی هستی؟ گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت خود چون داریم فارسی حرف میزنیم دیگه اسکل. اون چیه که برای خانم‌ها چسبیده ولی برای آقایون 20 سانته؟ فاصله پاها تو نمازه. پاسخگوی همه سوالات شرعی شما هستیم. مرگ بر منحرف. یغنری شب عروسی تنها میخوابه. سریا بهش میگه من بغل نمیکنی؟ بوسم نمیکنی؟ یغنری میگه خفه شو، من زنگ گرفتم که دست از این کثافت کاریا بردارم. آشغال. یه بار رفتم پیش روانشناس، گفتم دکتر من حتی تو جمعم احساس تنهایی میکنم. گفت دیگه احساس تنهایی نکن. 200,000 تومانم ازم گرفت. از اون به بعد دیگه اصلا احساس تنهایی نمی کنم. بیش فعاله عبارتی است که یه پدر و مادر رو تخم سگ بازی بچه تخمشون میذارن. عرق ترکیب بسیار قوی حاصل از مقدار کمی الکل و مقدار زیادی شاش. یکی از این اساتید بورس میگفت بورس یه تراول پنجه‌ای میذاره جیب راستت، یه تراول پنجه‌ای میذاره جیب چپت، بعد یهو شلوارتو میکشه پایین. خدایا این شادی ها هم من نگیر، دمت گرم. ناظرم نگیر، یه سارا هم هست اونم نگیر، خیلی خوشگله. میترام باباش پول داره اونم نگیر. اون مریمو که اصلا حرفشو نزن. یه کوکب هست اگه میخوای اونو بگی سیبیل داره. دختره نوشته دوست داشتم یه استارتاپ خفن داشتم تو سیلیکون ولی. بعد پسر کامنت گذاشته ولی چی عزیزم؟ داداش زبون خودته بلیس، ولی اطلاعات عمومیت هم ببر بالا. بچه فامیلمون رو کتک زدن، دیدم داره لبخند میزنه. گفتم چرا میخندی؟ گفت هیتلر میگه اگه شکست خوردی لبخند بزن تا لذت پیروز شدن از برنده بگیری. بابت این طرز فکرش تحسینش کردم، ماچش کردم، بعد دوباره مثل سگ زدمش. عکس از کوه و جنگل‌های کردستان گوشته، بالاش نوشته واقعا میری تایلند؟ مگه کردستان خودمون چشه؟ فکر کردم ما میریم تایلند کوه و جنگل میکنیم. تنها وجه اشتراک ما با مردم سوئیس اینه که هممون اگه آب زیاد بخوریم شاشمون میگیره. این روزا پول علاوه بر این که بی‌ارزشه دست نیافتنی هم هست. عین دختری که قیافش تخمیه ولی پام نمیده. وقتی یه دختر داره با یه لبخند غیرعادی نگات میکنه و انگشتاشو میزنه رو میز،
همه چی رو فهمیده، میخواد پارت کنه. فرار کن. من نزدیک 2 سال دفاع شخصی کار میکنم و واقعا به دردم خورده و زندگیمو نجات داده. مثلا یه بار چند تا شرخر به خونم حمله کردن ولی من تو باشگاه سرگرم تمرین کردم بودم. مامان من اول میوه خرابا رو میاره بخوریم تا اون سالما هم خراب بشن و این چرخه ادامه داره. کلا همیشه میوه خراب میخوریم. داشتم تو کوچه با 10 نفر دعوا شده بود، بعد منو فرستاد جلو. یعنی خود امام علی اینجوری رو مالکشتر حساب نمی کرد. اگه یکم شعور می داشتین رو پل آبر پیاده رد می شدین که اینجوری بولوار رو نرده نمی کشیدن. منم الان لای نرده ها گیر کنم بره تو ماتحتم. فرصت مامان بزرگم امنیت مالیش از بازار بورس ایران بیشتره. منطق تبلیغات ایرانی اینطوریه که خانواده خیلی پولدار و موفقن، اما دلیل خوشبختیشون سس 1000 جزیره دلپذیره. آدم باید روزی 7 ساعت بخوابه، نه واسه سلامتی خودش، واسه سلامتی باتری گوشیش. دوست دخترم سرما خورده، بهش میگم بیا خونمون بریم سونا عرق کنی خوب میشی. میگه نه، همون آمپول بزنم دردش کمتره. دوستان، سونا مگه درد داره؟ دمپایی توالت، دمپایی که در هیچ مقطع زمانی و در هیچ رده سنی اندازه پای شما نیست. با دختری که محسن لرستانی گوش میده رل بزنید. اون عقب نیسان هم بهتون بله. بابام پیام داده تو یخچال هویج هست، آب بگیر بخور. میگم پدر جان من سرما خوردم، هویج به دردم نمیخوره. میگه چشای کورتو ولی شفا میده که به من پیام ندی عشقم بابا میلا نیستم بیا برام سوپ درست کن. ماشین خریدن تو این مملکت دیگه غیر قابل دسترسی شده. باز تو جهش ژنتیکی و ایجاد بال برای انسان کار کنیم. کوچیک بودم به بابام گفتم بیا آرسامو بزن امروز پاک کنم و به زور ازم گرفت. بابام یه دونه زد تو سرم گفت گم شو پدر سگ، اسم تو محمد نشتم که یه آرسام خفتت کنه. اگه دوست پسرت محمد رو ولت کرده اصلا چیزی از دست ندی، کافیه دستتو دراز کنی یه محمد دیگه برداری. از بچگی به ما گفتن جمعه روز نظافته. نامردا میخواستن حموم صبح جمعه رو طبیعی کنن. همش دروغ، همش نیرنگ. یه سری هم هستن حساسیت شدیدی به عبارت دوست دارم دارن، به این صورت که تا این جمله رو میشنون طی یک واکنش شیمیایی تبدیل به چوس میشن. معنی جمله یک عقاب همیشه تنهاست. فرد بس که تخمی فیس است
هیچ کس او را به هیچ جایش حساب نکرده و تمام عمر سینگل است. برای قانع کردن خود که او نیز جذاب است این جمله را به کار میبرد. خب بچه‌ها، اینم از بخندیم این سری. ممنون از پیمان پروانه عزیز برای موزیک بک‌گراند. اگه کسی دوست داره که برای ما موزیک بسازه به آیدی اینستاگرام من مهرداد رئیسی، رئیسیش RAISSI پیغام بده. اگه کسی هم دوست داره که اسپانسر این برنامه بشه در خدمتیم. بخندیم.